تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ، حالا از سلسله گفتار تازه انگارها از خوان ایجادی نویسنده نامدار تاجیک بهمنیار از کتاب سرمده حکایه های دلپذیری را در قرائت نامزد علمهای فیلولوژی عبدالجلیل امان به سمعتان میرسانیم. ملو شامراد داور تفنگی دهانپوری پدرش را که گوشه کاهدان لطپچ به ستون آویخته بودند بیرون آورد. با حوصله آن را از زنگار و غبار تازه کرد، کلنگ دان و میلش را روغن زغیر مالید. یک پارچه سربه که درونی ساغ و در همان کاهدان بود بیرون کشید، به تابه انداخت و 11 یک کتیر ساخت که صیادان برای شکاری خرس می سازند. شوره و گوگرد و زغال آورد و بارود تیار کرد. کار دید دودمه شاه دستش را چنان تیز نمود که انگار با آن ریش می تراشیده باشد. مشاهده می بود گمان می کرد که مردک به شکار خرس یا بزیکویی آمادگی می بیند، اما شامراد داور به شکار آدم برآمدنی بود. شامراد داور آدم کشتنی است. این خبر در یک لحظه آوازه شد و دل چند تنی را که وقت با شامراد داور تیز و تون آمده بودند واهمه گرفت که مبادا آماج کینیو گردند. آنهایی که با شامراد داور سر و کار نداشتند نیز بیقرار شدند. رفت و مردک آسیب دیده باشد، خویش و درویش را تفریقا نگذارد، هر یک پیش آمد را خوش آمدی تیر بسازد. شامراد داور قبل از خروس‌های سرمده از خواب میخیست، روی بام خانه‌اش میبرآمد، پوستکی را میگسترد، تفنگ را روی سه‌پایه استوار میکرد که به همین مقصد ساخته بود، تیر و بارود بغلی تفنگ میگذاشت و انتظار کسی تا غروب آفتاب می نشست. زنش روز 3 ره نان و چای می آورد. همانجا می خورد، فقط برای قضای حاجت 1-2 بار کمینگاهش را ترک می کرد، از بام زد می آمد. 2 روز اول بعد از شام خانه می در آمد و خواب می رفت. روز سوم و شبهای دیگر شبانگاه نیز کمینگاه خود را ترک نمی گفت. روی پوستک پهلوی تفنگی دهانپور با لباسای تنش دراز می کشید و خواب می رفت. در ده می گفتند که میژه ته نمی کند بدبخت. شب و روز چون مادر سری گهواره پس تفنگ نشسته، چشم برای رقیب است. مردم دیگر شبانه از خانه بیرون نمی آمدند. روزانه خانه شامراد داور را مسافه تیر نارس گرفته روا می کردند. همسایه شامراد داور در اعراف مانده بودند. شبانه در و پله ها را بسته یک نو خود را تسکین داده خواب می رفتند. روزانه اگر جای رفتن لازم می آمد خود را پس دیوار و جیغ‌ها گرفته تا با چشم شامراد داور نرفتند پی کارشان می رفتند. کودکان را صحن حولی بازی کردن نمی گذاشتند. چارپایان سرهوی می چریدند. زنی بدفعل و دهان به فراویز داشت شامراد. ماه گذشته با زنی خداداد پست و بلند آمد. سبب قال مقالشان چی بود؟ حالا کسی به خاطر آورده نمی توانست. موکنی و روکنی کردند. هنگام طلبی زیاد جمع شد. زنی خداداد در فاصله زد و خورد. آنها چون خروس می جنگیدند. به هم در می افتادند، فاصله می گرفتند، طعنه بازی می کردند. در این مدت جایی
داشتن باب و کندن بابی همدیگر را تگی چشم می نمودند و باز به هم در می افتادند. زنی شامراد را گفت که شوهری من تو را فلان کردگی. زنی شامراد شوهری رقیب را هیزلک گفت، عیب از او بود. شوهری زنک حاضر و ناظر بود. زنی خداداد سری جهل بود. زنی شامراد سری جهل بود، چی از دهانش بیرون می آمد خود نمی دانستند. اما زنی خداداد سری قهر و غضب هم فهمید که به یگانه حالت سالمی مردکش او نداند کی می داند مهری نامردی می زند. پیش چشم و روی گوش حلقی عالمه این بود که زنی خداداد ترکید. مگر شوهری من هفته گذشته در شب درو روی غرمی علفات را تا روز نره کرده بود. این دروغ و تهمت را سری جهل گفت، یا شاید هفته گذشته در شب درو پهلوی شوهری مانده و بیفرهی چون مرد خوابیدهش دراز کشیده به نسبتی خود چنین یک آرزوی کرده بود. اما این دروغ و تهمت را چنان از سلقه دل گفت که یک لحظه پس دیگر چی خودش باور میکرد و زنی شامراد را گذشته به شوهر خود در می افتاد. اگر کاری نمی شد و کس نادید و گوش ناشنید، زنی شامراد سوی خداداد دوید. از این واقعه گویا آسیبی به کسی نرسید مگر این که از آن بعد خداداد را در غیبش پیانر نام می گرفتند. رسا یک ماه از پیانر شوی خداداد گذشت. هزل می کردند در ده. شاید اکنون شامراد می خواهد سری سینه خداداد با تیر خود نشانی کم سمالی بگذارد. اما خداداد چندین را به مسافه تیررس و دسترس گذشت. شامراد به سویش نظر هم نکرد. پس چون روز روشن است که هدف او نیست، پس هدفش کیست؟ بازار شاهان همسایه دیوار در میان شامرادی داور بود. از چند همسایه که گرد و بیش بودند شامراد محض با او مناسبتی خوب داشت. منو توی نکرده بود. هیچ زنی از همسایه ها نمانده بود که زنی شامراد اقلاً بار نگزیده باشد. اما کسی نشنیده و ندیده که این دو زن من گرفت آمده باشند. اما مردم به یاد آوردند که چی طور هفته پیش شامراد از کدام پول قرض گرفته بازار رفته 4 بوز خریده آورده بود. بوزها را آورده شاله کرده بود. بوزها نامعلوم از چاله برآمده به خاطه بازار شاهان در آمدند. بازار شاهان درختای پیری مرزش را کنده نونیحال زیاد شینانده بود. بوزها در این بار انگار اخبار مستند داشتند. در 5-6 دقیقه 5-6 درخت را پوست کندند. گویا در مکتبی پوستکنی خوانده باشند. بازار شاهان چی یک آدم بیگانه این منظره را میدید دیوانه میشد. پس عجب نبود که بازار شاهان دیوانه شد. عصا گرفت و زنی بزدار گویان به سری بوزهای تعلیم دیده دوید. بعد که فهمید بوزهای همسایه اند تفسش گشت. شامراد داور حقارت را شنیده بود. لاملیفی نگفت. کینه گرفته بود است مرده. گپی پرندی را از برادر خونی نمی برداشت. چه جای همسایه اینانی؟ عاقبتی کار را بینید که تفنگ روغن کرده بالای بام نشسته. ظهوری همسایه را چشم چار است. اما بازار شاهان که کارگری کدام یک کان بود هر صبح بر وقت می رفت و هر شام بی وقت بر می گشت و شامراد داور جانب او میل نمی کرد. تفنگی روغن کردهش از سرش ماند چون سگی گزنده بالای بام سکه زده نشسته است. همه را در تهلکه گرفته است. کسی را پراندنی باشد پراند، کسی را ترساندنی باشد ترساند. مردم محشر را جسم در سقر و جان در خطر چی نگاه می دارد؟ اگر حقیقت را بگویی کلی مردم ده را دوست داشتن واجب می بود. شاید شامراد داور دوست می داشت مگر این که تنها خرسندی دبیران را هیچ دوست داشتنش امکان نداشت. این دو را انگار ستارهشان با هم راست نآمده بود. سایه همدیگر را از دیوار می تراشیدند. به معرکه‌ای که خرسند حضور داشت شامراد نمی رفت. در سوره که شامراد حضور داشت خرسند قدم نمی گذاشت. هرچند می گفتند که از روزی نخست همدیگر را باید می بینند، صحیح‌تر این بود که هر دو یک دختر را خوش کرده بودند. به خانه دختر هر دو برابر خواستگار فرستاده بودند. از بس که پدری خرسند آبرومند و دارا بود، پدر دختر با خواستگارهای شامراد جواب رد داده بود. خرسند عروس را به خانهش برد و پدری شامراد سریقر از ده همسایه عروس آورد. همین پیانر وجرت را آورد که چون دنبای گوسفند حصاری عظیمش را جنبانده راه می گردد. زنها را می رنجاند، مردها را می سوزاند.
عروسی که خرسند به خانه خود برد، مگرم میل به شامراد داشته که هرچند سری شانه‌هاش آرد پاشیده به خانه داماد در آوردن که سفیدی آرد، هیچ سفیدی نآورد. خرسند چون سردی و بیگانگی نوعروس خود را دید، گاه و ناگاه با بهانه یا به هیچ سبب او را زیر مشت و لگد می گرفت. بی‌رحمانه می زد، سختانه می گفت و مستانه می زد. زنک لب می گزید و طاقت می کرد. بار طاقتش طاق شد، مگر از چنگیر شور رها شد و گریخت. اجل رسیده به جای خانه پدر پناه بردن خانه شامراد آمد. پیش پای او افتاد که مرا از ظلم این ظالم رهایی بخش. خرسند در رسید و زنش را از گیسویش کشاله کنان خانه برد. شامراد دندان به دندان ساید و ناسکدوی دستش را چنان فشرد که ناسکدو پاره پاره شد. خونی عالم از کفش شاری، مگر ششته علمش تازه شد است که تفنگ را از کاهدان بیرون کشیده روغن مالیده روی بام کمین گرفته نشسته است تا جواب این همه ظلمی به حق خوش کرده از دست رفتش کرده ظالم را با یک تیر که آدم چی خرس را از پا می افتاند بدهد. خرسندی دبیران چند روز است که به شهر رفته بود. مردم چشم براه بودند که کی می آید، کی از نزد خانه شامراد می گذرد، کی تیری خیرسکش که شب و روز درون میل تفنگ حیران و دلتنگ مانده است بیرون می جهد. سینه پر بغض و کینه او را می درد، او را از بغض و کینه و مردم ده را از تهلک آزاد می کند. و آمد خرسندی دبیران از ماشین پوشیده پیاده شد، دم به درون کشیده او را می نگریست. دیگر راه نبود غیر از همان راهی که از پهلوی خانه شامرادی داور می گذشت و خرسند را به خانهش می برد. خرسندی دبیران نه دهی دم به درون کشیده را پی برد و نه رقیب روی بام کمین گرفته را. چون همیشه ابرو در هم پیچیده به فکر روزگاری نابسامانش غرقیده و زین گام برداشته راه را تا خانهش کوتاه می کرد. خرسندی دبیران به آسیب و بیگزند واردی خانهش گشت و ده دمی درون کشیدهشان را با حراس ناجور بیرون کشید. هدف و آماج کینش این خدازده هم نبوده است. خدا رحمتت نکند داوری گورسوخته تا به پول یک برزگاف تفنگی مرگبار خریدن، آن را بازیچه دستی پسری جنی فعل نمودن، خام تلاش میکردی یا خیر و نظر میدادی ثواب عالمی را میگرفتی، خانه آخرتت را آباد و پول سیرات را هموار میساختی. از گور یک لحظه سر بردار و ببین که این دیوان خویت به خلق عالم چی میکند. مگر قصه گاو خریدن شامرادی داور فراموش شده؟ 3 هفته پیش بود. نه شامرادی داور بوزای تعلیم دیدهش را حالا نخریده بود. 1 ماه و چند روز قبل فرخ آدینه گاو خود را به بازار بردنی بود. هی تعریف میکرد که گاوش بغوز است و خوشزاد، از مورید تا به مورید از شیر نمیماند. صبح 1 سطل شیر میدهد، بیگاه 1 سطل افسوس و 100 افسوس که احتیاج به پول دارد، وگرنه این معجزه طبیعت را فروختن هم گناه است و هم کورنمکی است. هی دریغ ملیکه گاوان. شامرادی داور بازار رفته گاو خریدنی بود، زنش آبستن بود. 4 ماه پس چشمش روشن می شد گنج نایاب زیر دست باشد، چرا به شهر رود از شخصی ناشناس گاوی ناسنجیده بخرد؟ 2 روز آواره و سرگردان آن را پیشانداز کرده آرد. ماشینی پوشیده هیچ رقم 4 پا را نمی گرفت. خوشزاد گوید و بدزاد براید، زایا گوید و نازایا براید. با همین خیال و خیالهای دیگر شامرادی داور پسنداز 2 ساله‌اش را به جیب زد و خانه فرخ آدینه رفت. نقد داد و نقد گرفت. گاو 2 روز به پاراست بود، روز 3 از پا افتاد. بازاری شاهان که به اعتبار اعتراف شده به دیپلم ده بود آمد و دید. سر جنبان کردی که همیشه همراهش بود از غلاف کشید و گاو را سر برید، شکمش را درید و جیگرش را نشان داد. جیگر را چنان که مگس شکر را شپرک زیر کرده بود. به این جیگر گاو بر وقت باید میمرد.
گفته است بازار شاهان صاحبش چی دوای داده که تا به این روز قائم ایستاده؟ باردار هم نبوده. آیا وقت همه گمان داشتند که شامراد داور مسلوخ گاو و یا جیگری شپرک زده آن را می بردارد و به سری فرخ آدینه می زند و پلهایش را پسندازی 2 سالش را باز پس می گیرد. اما وی این کار را نکرد. بلای آمده به سری همین گاوی جیگر خراب بزند. فرزند را که خدا داد رزقش را هم می دهد. معلوم می شود که ظاهراً بی‌پروا بوده است. هیزمی درونش دود کرده روی بام برآمده است تا به تیری خرسگوش بدلی پرموشی فرخ آدینه پیام بفرستد که انا بفندی خسان پندی کسان. فرخ آدینه که شاید خود را آماج کین دیده بود 1 هفته است از خانه بیرون نمی آمد. لیک 1 عمره خانشین بودن هم نمی خواست. مرزی تماکویش شاید از بیابی وای داد می گفت. ترسان و لرزان بیرون آمد. مرزه های تماکویش را آب داد و برگشت. موردی خال نظری هم از جانب شامراد داور قرار نگرفت. وی از شادی آهی سبک کشید و ده از دلتنگی آهی وزنین که این و آن را نمی کشد. کی را می کشد این خوسه روی بام؟ آیا در این ده گرده‌دار نمانده که برود و با اون ابوالحبل روی بام حرف بزند، آرامش کند، تفنگ را بگیرد، خلق عالم را از تلهکه برهاند؟ سرمده بی گرده‌دار نبود و نمی ماند. چند نفر ریش سفید و صاحب دل وکالت گرفتن نزد شامراد داور روند. به مسافه تیررس رسیدند و میلی تفنگ را به سوی خودشان نگران دیدند. هرچند از دور اشاره ها کردند و صدا که ما از دری صلح و صلاح آمده ایم، خیرخواه و دوستت هستیم، نیکی به تو و آرامی بده می خواهیم، کارگر نشد. بانگ زد که من در این ده نه دوست دارم و نه خیرخواه، مرا به حالم گذارد. پیشنهایت به خون ناحق ریختن وادارم نسازد. وکالتداران ناچار برگشتند. باز ده دم به درون کشید. باز دلی چند تن از بدگمانی لرزید. ظاهراً مردی آرام و نرم زبان می نمود. کاسدوم و سگی خبگیر بود است این ملوخی روی بام. اگر کسی را کشتنی باشد کشد، ترساندنی باشد ترساند. چی خلق عالم را چون لعبتکان بازی می داراند؟ ایستد که ما ماجرای شامراد داور و عمک بچهش گلمراد خاور را فراموش کردیم. خانه از بابا میراث مانده داشتند. از باد و باران خیلی آسیب دیده. شامراد هنوز بزهای تعلیم دیدهش را نخریده بود، اما در فکرش بود است که عاقل پوشاندنی شد. به خویش ریختن و پی بالا رو وسه به کوه و پشت رفتن حاجت نبود. اگر خانه بابایی را که 10-15 سال باز حیران و نیگران مانده است بکشی، خشت و کلوخ هم می براید، بالا و وسه هم. بیچاره 1 هفته زحمت کشید، خانه را از بیخ برکند، خشت و کلاهش را 1 سو گرم کرد و چوب و چخسش را 1 سو. همین مانده بود که 1-2 روز همسایه را گرد آرد، عاقل پوشاند. بناگاه عمک بچهش گلمراد خاور در رسید. مثل این که 1 هفته منتظر بود که شامراد که خانه را قسقس می کند تا بیاید و دعوا پیش گذارد که خانه میراث به او مانده، زیرا پدری او کنجگی بابا بود و آخر نیز پدری او از این خانه بیرون آمد. او حق بود، اما 1 هفته قبل کجا بود؟ آخر نه 1 بار و 2 بار شامراد را مشغول این کار دیده بود. شامراد لب گزید و حرف نزد، هرچند به همین مساله حق نداشت. نصفی آن از روی خدا و رسول حق حلالش بود. گلمراد خاور 2 روز باز چند هر زنبر مساله را 1 خس نمانده خانهش کشید و شامراد داور دمی سوزانش را به درونش. اما تا چند دمی سوزان را در درون نگه می داری، وجودت را آهسته آهسته می سوزانی. پیامد را ببینید که روی بام کمین گرفته است تا حق را به حقدار برساند. اما یگانه نفر که این روزها خرسند و بیباک در ده می گشت همین گلمراد خاور بود که شامراد داور گویا او را نمی دید یا خود نادیده می گرفت.
پس این خدازده بود چون بلای ناگهان به سری مردمان افتاده منتظری کیست؟ شامراد داور 10 روز روی بام بود. روز 10 پس از غروب آفتاب که سرمددهیان آتش گردی سفره شام می نشستند، صدای شلیک همه را هراسان کرد. چون از خانه بیرون آمدند، شامراد داور را دیدند که روی بام سری پا بود و پی هم به هوا تیر می پراند. 11 تیره که می توانست 11 خرس را بکشد، یا 11 آدم را یا چون حاضره با هوا برود یا پهلوی تفنگ مال موزه باشد. شامراد داور 11 را شلیک کرد و از بام زیر آمد، تفنگ را به کهنه خلطه انداخت و برده به جای پیشینش با ستون کاخدان آویخت. بابای بهرام روایت می کند که کسی نفهمید و ندانست که او چی نیت داشت و چی می خواست و آن سر تا به این روز نامکشوف است. اما ملا بخاری زاده مهره فیروزه تسبیح مبارکشان را می چرخانند و لبخند می زنند، یعنی خودم که می دانم خپم. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما حکایات را از کتاب سرمدیح نویسنده بهمنیار از سلسله گفتار تازه انگارها در قرائت نامزد علمهای فیلولوژی عبدالجلیل امان از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. کارگردان موجی گل یوسفова. انجام گفتار 19 شاد و موفق باشید.